رفقا چطورید؟ عرض ادب و احترام خدمت همتون. باعث افتخارمه که دارید ویدیو منو نگاه میکنید. این ویدیو میخوام توضیح بدم قبل از اینکه بخوای وسیله نقلیه خصوصا موتورسیکلت معامله کنی چه مواردی رو باید در نظر داشته باشی که کمترین آسیب رو ببینی. از چه بابت دارم میگم؟ از این بابت که آقا اگه خود منم شخصا میدونستم این مواردو که به صورت تجربه شخصی من اینا رو به دست آوردم دارم خدمتتون توضیح میدم، شاید در گذشته کمتر متضرر میشدم. مهمترین مطلب اینه که اول تو خودت شخص خودت چه جور موتوری نیاز داری. اول باید با خودت کنار بیای. میدونی از چه بابت؟ آقا موتور ریس حال میکنی، موتور لاتی حال میکنی، موتور بارکشی حال میکنی، موتور مثلا آفرودی حال میکنی. اول باید ببینی چی دلت میخواد. خب نه اینکه بری یه موتور بگیری ببینی آقا مثلا من اصلا تایپ من با همچین موتوری سازگار نیست، چون واقعا زود دلتو میزنه وقتی نتونی هندلش کنی، با شتابش حال نکنی، زیاد و کم باشه، نمیدونم مصرف سوختش زیاد باشه، فلان این موارد اینجوری کلا. خب مورد دوم که به نظر من جزئی از مهمترین مورداست که خیلی باید دقت نظر داشته باشید، از تجربه شخصی خودم بهتون بگم، از آگهی دیوار به هیچ عنوان معامله نکنید. ببین نظر شخصی منه و من قانت میکنم که معامله نکنید. اول اینکه تو از آگهی دیوار مسخره ترین حالتش اینه چند تا مورد باید بری ببینی دیگه، نمیتونی همون اولین آگهی بری بخری اعتماد کنی به حرفای فروشنده. برو 4 تا مدل ببین، 4 تا قیمت ببین، 4 تا بالا پایین کن. میدونی چی میگم؟ ممکنه یکی از آگهی‌ها اون سر شهر باشه، ممکنه یه آگهی دیگه اون سر شهر باشه، یه دونه دیگه‌اش جنوب شهر، یه دونه‌اش دیگه شرق شهره. تو هی دائما باید بری اینا رو ببینی. خب ولی زمانی که تو به یه مبلغ قابل قبولی رسیدی که میتونی موتور مورد نظر خودت رو معامله کنی، به نظر من برو از نمایشگاه خرید کن. حالا از چه بابت؟ یک، تو اون خیابونی که مثلا بورس موتور فروشیه مثل میدون گمرک یا 17 شهریور یا نمیدونم جاهای دیگه، این جور جاها تو مغازه ها رو دونه دونه میتونی بری ببینی، موتورا رو نگاه کنی، همونجا هم از تو راسته حال نکردی میری یه بورس دیگه. خب حداقل 10 تا موتور میبینی یا نه؟ بعد نکته دوم، آقا تو یه قلمه سفت و سخت داری مینویسی، معمولا هم دارن همه اون نمایشگاهی‌ها بهت این تعهدو میدن که آقا مثلا موتور مشکلی نداره، علاوه ظاهری باطنی فلان. خود من شخصا برام طرف ضمانت کرد، آقا من یه ماه بهت ضمانت میکنم هر مشکل موتوری داشت بی قید و شرط، دوست داشته باشی پولتو برمیگردونم، دوست نداشته باشی هم که برای تعمیرش میکنم موتور. یارو اعتبار مغازه‌شو زیر سوال نمیبره، کلا کاسب این کاره. کسی که کلاهبرداری میکنه کاسب نیستش. اگر یه مقدار انسان شناسی، آدم شناسی بلد باشیم، واقعا میشه از آدم خوب و بد و تشخیص داد. خب میتونی تا حدودی اعتماد کنی. آیا یه دیوار فردا موبایلشو خاموش کنه میخوای چیکار کنی؟ آقا تو اصلا نمیتونی بری بالا سر طرف، نمیتونی پیداش کنی. حالا تو بگو قلامه داره، ولی هم مغازه دار که معامله میکنی حداقل مغازه طرفو میشناسی که بری بگی مثلا اینجوریه، طرف کمتر کسی پیدا میشه با آبروی خودش بازی کنه. این خیلی موضوع مهمیه. مورد بعدی که بهتون بگم، همیشه مدارک موتور رو قبل از اینکه قلامه کنی به رویت در بیاد. تو باید مدارک موتور اول ببینی. فرقی نمیکنه موتور یا ماشین، باید تطبیق بدی، شماره بدن، شماره موتور، شماره پلاک. اون نفری که قرار فروشنده باشه باید همون کارت موتوره باشه یا یه وکالت خیلی معتبر وجود داشته باشه با تاریخ معتبر. لعنت به چه صدای مسخره‌ای داشت. عذرخواهی می‌کنم. یه همچین مطلبی. مورد بعدی، اگر که سوارکار باشی تو یه سری چیزای عمومی رو میتونی تشخیص بدی دیگه. آقا متوجه میشی سوار موتور بشی، لنز نداره، زنجیرش شله، چراغش خرابه، راهنماش کار نمیکنه، جکش اینجوریه، این ور شله، این فلاپش صدا میده. خب اینا یه سری چیزای عمومیه که تو یه دور با موتور بزنی کاملا متوجه میشی. جا داره با طرف چونه بزنی، بگی که آقا این جای موتور خرابه، من اصلا حال نمیکنم با این قضیه، یا از مبلغ کم کن یا میتونی معامله نکنی. خب پس یه موضوع خیلی مهم شد دیگه. یه سری چیزا برمیگرده به تخصص که شما هر چقدر سوارکار باشی، خارج از تخصص شما این موضوعات موتوری اینجوری رو حتما باید کارشناسش ببینه و بهت نظر بده که مطمئنم این حرف منم تایید می‌کنی. ببین کارشناس میخواد به فرض مثال 1 میلیون تومان از تو بگیره یا 2 میلیون تومان اصلا ازت بگیره، بیاد یه جایی یه چیزی رو کارشناسی کنه. خب اون موردی که تو پسندیدیش دیگه، درسته؟ میاد اونجا بهت میگه اینجاش ایراد داره، شاید اول بخوره تو ذوقت، بهت بگه که مثلا اینجاش خرابه، تو فیت بشی بگی این موتور خوبی بود و اینا. ولی عمیق‌تر به قضیه نگاه می‌کنی متوجه میشی میگی بابا من 700 800 میلیون دارم پول موتور میدم، اصلا 700 800 میلیون هم نه، 200 میلیون دارم پول موتور میدم، اینو معامله می‌کردم فردا با هم می‌ذاشتمش تو تعمیرگاه 20 میلیون خرجش می‌کردم، خدا رو شکر 2 تومن از جیبم رفت، همین الان به کارشناس، ولی حداقل 20 تومن جلو افتادم. کارشناس تایید داد که این موتور به درد معامله نمیخوره، یا اگر هم می‌خوای معامله کنی به این قیمت نمیارزه. اینم خودش یه تجربه دیگه است. مورد بعدی، برگ سبز سند اون موتور یا ماشین رو ببین. توی قسمت توضیحات برگ سبز هیچ چیزی نوشته نشده باشه، یا اگر نوشتم یه چیز مثلا عجیب غریب نباشه، به شماره نامه فلان در پاسگاه فلان مثلا کلانتری فلان، اصلا همچین چیزی رو دیدی فرار کن. میشه معامله میشه، اگر که یه همچین چیزی هست مدارکش تکمیل باشه، خب تو میتونی اونو تعویض بلا کنی، همه چیز ردیف دیگه، مشکلی نداره. ولی سری که درد نمیکنه رو هیچ وقت آدم دستمال نمیبنده. پس فردا روزی بخوای بفروشی دوباره یکی مثلا من گیر بیفته، مثلا نتونی، سخت پسند باشه، طرف بگه توضیحات داره، حوصله دردسر ندارم، فروش مالت سخت نباشه، آقا همونجوری که داری راحت خریداری میکنی شسته رفته، همونجوری هم شسته رفته بفروشیش، یعنی برات نمونه جنس دیر فروش باشه. اینم این نکته دیگه.
با توجه به اینکه من اصلا در خصوصیات اخلاقیم در مورد چیزی که نمیدونم نظر نمیدم، در مورد مسائل حقوقی واقعا هیچ علم خاصی ندارم، خب نظر خاصی هم نمیتونم بدم. این مورد رو بهتره از کسی دیگه بپرسید و از این بابت واقعا عذرخواهی میکنم ازتون.